پلیس اسپانیا خبر داد که از حمله دوم بر رهگذران در شهر کامبریل در جنوب و غرب بارسلونا جلوگیری کرد. در اینجا نیروهای امنیتی 5 نفری متهم به حمله مرگطلبانه را نابود کردند. گفته میشد حملگران کمربند انتحاری داشتند. آنها نیز قبل از کشته شدن با یک مسافربر خرد رهگذران را زدند و 7 نفر از جمله یک پلیس را زخمی کردند. روز 17 اوگوست در حمله با یک مسافربر خرد بر رهگذران در خیابان رمله 13 تن کشته و 100 نفر مجروح شدند. به نقل شاهدان راننده ماشین را به هر سمت میراند تا مردم بیشتر را پخش کند. ماشین بعد نیم کیلومتری حرکت به مانع برخورد و راننده فرار کرد. پلیس به جستجوی او ادامه می‌دهد. مسئولیت حمله مرگبار را گروه تندروی به نام دولت اسلامی بر دوش گرفت. مریان رخای نخست وزیر اسپانیا گفت تمام کشور از این جنایت وحشت زده شده است. به گفته او مقامات تلاش دارند که هرچه زودتر گناهکاران به جوابگری کشیده شوند. من میخواهم همراهی اسپانیا با بارسلونا را که با تروریسم جهادی ها روبرو شدند و از این عملها کشورهای دیگر جهان نیز ضرر دیدند بیان کنم. از این پیشتر رئیس جمهوری کاتالونیا کارلس پوچدمون حمله به بارسلونا را شدیداً محکوم کرد. سخن درباره حمله های گسترده دهشتبار می رود. دموکراتیا و ارزش های مشترک ما همیشه از خشونت های تروریستی بالا خواهد گرفت. مقامات حمله ها در بارسلونا و کامبریل را با ترکش روز چهارشنبه در شهر الکانر در 200 کیلومتری پایتخت کاتالونیا به هم پیوند می دانند. در اول ترکش را به اخراج گاز ربط دادند، ولی حالا پلیس میگوید که احتمالاً مواد منفجره استفاده شده است.